رفتارهای زنانه‌ای که باعث دلزدگی و سردی مردان میشن. قسمت دوم. عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان عزیز. در ادامه باز چند تا از رفتارهای ناسالم زنان رو بررسی میکنیم که سبب دلزدگی و دوری مردان میشه و با آگاه شدن بهشون سعی میکنیم ریشهشون رو پیدا کنیم و برای درمان و شفا سراغ علت ها میریم، نه دیگه زندگی ها رو خیلی سریع نابود کنیم. در هر رابطه ای عشق فقط با دوست داشتن شکل نمیگیره، بلکه با رفتارهای کوچیک بالغانه و یا ناآگاهانه است که حفظ یا فرسوده میشه. ما داریم با هم بدون نگاه قضاوتگرانه بلکه شفابخش پیدا میکنیم که این رفتارها از کجا میان تا بتونیم در صدد رفعشون و جایگزین کردنشون با رفتار سالم سعادت و آرامش رو به خانواده هامون بیاریم. با این نگاه شما میتونید رابطتون رو از نو خلق کنید، نه فقط مردت بلکه خودت رو دوباره ببینید قوی‌تر، زیباتر، آگاهتر و البته عمیق‌تر. رفتار اول اینه: زنانی که خودشون رو دائما با زنان دیگر مقایسه میکنن. ریشه روانی این رفتار چیه؟ کمبود عزت نفس. یعنی تو احساس نمی کنی به اندازه کافی با ارزش و دوست داشتنی هستی، فقط به خاطر بودنت، و نیاز داری همش یه کاری انجام بدی که مثل فلانی و فلانی تا مثل اونا خوب به نظر برسی. علت بعدی اینه: این باور غلط که مردا همیشه دنبال بهتر از من هستن. بعدی اینه ترس از دست دادن، یعنی وحشت درونی که مدام تو گوشت زمزمه میکنه: نکنه بره، نکنه دیگه دوستم نداشته باشه، نکنه تنها بمونم، نکنه اتفاقی بیفته و همه چیز از بین بره، اگه ازم ناراحت شه چی؟ اگه یکی دیگر رو انتخاب کنه چی؟ پیامد این رفتار چیه؟ مرد احساس میکنه هر کاری بکنه باز هم برای این زن کافی نیست، همش میخواد یه جور دیگه باشه و به جای لذت از رابطه حس استرس بهش منتقل میشه. چرا؟ چون نمیتونه این زن رو بشناسه. هر لحظه یه رنگ میشه، هر جا میره، هر چی میبینه، هر کی رو میبینه، نظر و عقیدش دائما در حال تغییر کردنه. حالا راه درمان چیه؟ تمرین خوددوستی. خوددوستی خودخواهی نیست. یعنی من خودم رو همونقدر که دیگران رو دوست دارم میبینم و میپذیرم، حتی وقتی خرابکاری میکنم، حتی وقتی کامل نیستم. به جای گفتن اون از من خوشگل تره باید بگی من منحصر به فردم، همینطوری که هستم، دوست داشتنیم. فضایل من در آموخته‌هام و رشد شخصیتمه. ارزش من به رشد روح و اخلاقمه و همه قرار نیست در همه کارها خوب باشن. هر کسی در حوزه‌های متناسب خودش خوبه. اگر خوبی در خودت نمیبینی سعی کن خودت رو پرورش بدی، نه اینکه مقایسه یا تقلید کنی. رفتار دوم زنانی هستند که همیشه نقش قربانی رو بازی میکنن. یعنی زنانی که مدام خودشون رو ناتوان، مظلوم، بیپناه یا حالا مقصر دیده شده نشون میدن و ناخودآگاه یا آگاهانه به این نقش چسبیدن تا از مسئولیت هاشون شونه خالی کنن، دلسوزی بگیرن، تایید بگیرن، احساس نکنن یه وقت تنها و بی ارزش هستن و یا حتی کنترل کنن، ولی نه از راه قدرت، از راه ضعف ظاهری. حالا ریشه روانی این رفتار چیه؟ الگوهای کودکی. الگویی مثل کسی باید بیاد نجاتم بده. وقتی تو یه دختر کوچولویی این یه رفتار انسانی و یه احساس طبیعیه، ولی وقتی توی بزرگسالی هم باهات بمونه یعنی اون باور پنهان
ناخودآگاه و عمیق میگه من خودم نمیتونم خودم رو نجات بدم. باید یکی قوی‌تر، فهمیده‌تر، ثروتمندتر، بازورتر یا حالا مهربونتر از راه برسه و منو نجات بده. منو از این درد، از این تنهایی، از این فشار مالی، از این مشکلی که دارم، از این نداری که اتفاق افتاده یا از این سردرگمی منو یکی بیرون بکشه. بعدش فرار از مسئولیت. فرار از مسئولیت یعنی چی؟ من نمیپذیرم که خودم مسئول شرایط، احساسات، انتخابها یا تغییر زندگیم هستم. یعنی تقصیرها همه از بیرونه، انتخابها همه دست دیگرانه و من فقط یه قربانی شرایطم. و بعدیش نیاز به جلب توجه و ترحم. یعنی چی؟ یعنی من ناخودآگاه تلاش میکنم دیگران با دیدن رنج، ضعف، درد یا تنهاییم منو دوست داشته باشن. گریه میکنم، جیغ میزنم، غش میکنم، ضعف میکنم که به من اهمیت بدن یا به هم مهر و توجه بدن یا ازم دفاع کنن و حمایتم کنن. نه از طریق قدرت و عشق ورزی سالم، از طریق ترحم طلبی و حتی احساس گناه دادن به دیگران. حالا پیامدش چیه؟ مرد حس میکنه تو توان تغییر نداری، تو پذیرش شرایط سخت رو نداری، تو آمادگی درایت و تدبیر برای حل مسائل زندگی رو نداری. بار مسئولیت زندگی رو تنهایی رو دوش خودش میبینه و تو رو یه آدم شلوغچی و ضعیف که در بحرانها بیشتر یه زحمتی تا یک همراه و باعث میشه که از تو خسته میشه. حالا راه درمانش چیه؟ باید از قربانی بودن بیای بیرون. ریشه ضعفات رو در خودت پیدا کنی و به خودت بگو من ممکنه سختی کشیده باشم ولی قراره با قدرت خودم بهترش کنم. سختی ها برای رشد و یادگیری هن، نه برای زجر مویه کردن و دنبال مقصر گشتن. من در این سختی قرار گرفتم چون باید یک بخشی از خودم رو بشناسم و اونو رشدش بدم. رفتار سوم مال زنانیه که هیچ مرزی با خانواده و دوستانشون ندارن. یعنی چی؟ یعنی زنانی که اجازه میدن دیگران بی اجازه وارد حریم شخصی، احساسات، زمان، بدن، ذهن یا حتی رابطهشون بشن و خودشون هم مرزی برای چه چیزی قابل قبوله و چه چیزی نه تعیین نمی‌کنن. یکی از دوستاشون به شوخی میگه آره شوهرت فلانجا با فلانیه و این آدم این زندگی رو به خاطر این حرف بی اساس به چالش میکشونه. حالا ریشه روانیش چیه؟ ترس از طرد شدن. یعنی چی؟ یعنی یه ترس عمیق، ناخودآگاه و گاهی خجالت آور از اینکه دوست داشتنی نباشی، کنارت بذارن یا تو رو نخوان. اگه خود واقعیت رو نشون بدی مخالفت کنی یا اشتباهی بکنی. بعد این نداشتن هویت مستقل. یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم کیم، چی برام مهمه، چی رو دوست دارم، چه چیزی ارزش منه و نظر، احساس یا خواسته من جدای از بقیه چیه. و چون نمیدونم خودم رو با خواسته ها و نظر دیگران تعریف میکنم. هویتم وابسته است، نه ساخته شده. بعدی ناتوانی در اولویت بندی رابطه زناشویی. یعنی چی؟ یعنی زن بلد نیست که رابطه عاطفی و جنسی بین خودشون و شریک زندگیش رو در صدر اولویت‌های زندگیشون بذاره. در نتیجه همیشه یه چیزی یا یه کسی دیگه مهمتر از رابطه‌شونه و میتونه تأثیر نامطلوب بذاره. حالا پیامدش چیه؟
مرد احساس میکنه که هیچ وقت در مرکز زندگی زن قرار نداره. حرفاش هی رد میشه، دفاعیاتش قبول نمیشه، تلاشهاش نادیده گرفته میشه. چرا؟ چون دیگران نظرات و تعبیراتشون خیلی بیشتر تاثیر میذاره روی رفتارها و فکرهای اون زن و خب حتما سردی عاطفی به دنبال داره. حالا راه درمان چیه؟ باید شما مرزبندی سالم رو یاد بگیری. با یک درمانگر همراه شو، مطالعه کن و زمان بگذار برای تغییر خودت. باید با خودت بارها بگی اول همسرم بعد خانوادم. با احترام به هر دو، اما اولویت عشق و زندگی. رفتار چهارم، زنانی که از مردشون تصویر یک بچه بی عرضه میسازن. تصور این که شوهر من بچه است بابا، نمیفهمه با کی باید بره با کی بیاد، نمیفهمه با خانوادش باید چطور باشه، من باید خودم درستش کنم. ریشه روانیش چیه؟ کنترلگری پنهان. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه نفر بدون اینکه مستقیم کنترل کنه، از طریق روش‌های غیر مستقیم، عاطفی یا حتی قربانی نمایی، رفتار یا تصمیم‌های طرف مقابل رو هدایت میکنه، مهار میکنه یا محدود میکنه. یعنی کنترل هست، ولی با نقاب من آخه مراقبم، آخه من عاشقم، آخه من ناراحتم، یا ضعف پشت نقاب ضعف پنهون میشه. دلیل بعدیش کمالگرایی وسواسگونه است. این یعنی چی؟ یعنی من باید همه چیز رو کامل، بی نقص و بی اشتباه انجام بدم، وگرنه احساس شکست، بی ارزشی یا شرم میکنم. پس باید در همه تصمیمات و همه کارها و همه برنامه‌ها کنترل و اختیار دست خودم باشه. اینجا دیگه صحبت از صرفاً با کیفیت کار کردن نیست، بلکه یه وسواس فکری، یه ترس پنهان و یه نیاز شدید به تایید پشت ماجراست. علت بعدی تکرار نقش مادر همسر. یعنی چی؟ زنی که توی رابطه با همسرش به جای شریک عاطفی، عاشق و معشوق و زن بودن، ناخودآگاه نقش مادر رو برای همسرش بازی میکنه. اونم نه یه بار نه دو بار، بلکه همیشه در تمام رفتارها، تصمیمها، گفتگوها. غر زدن، امر و نهی، یادآوری مداوم، همیشه این شکلیه. همیشه من باید بگم تو چی کار کنی؟ تو اشتباه میکنی. رفتاری که یه مادر، یه والد با یه بچه انجام میده. بعدش هم که قهر و خستگی و توقع بالا و احساس قربانی بودن بعد از همه این حرفا و نقاص. حالا پیامد این رفتارها چیه؟ مرد حس بی‌عرضگی، بیکفایتی یا بچگی میکنه. حس میکنه هیچ کارش خوب نیست که برای مقابله با این رفتار یا سرکشی میکنه به شکل‌های مختلف و مخالفت‌های کلامی و رفتاری، یا دوری و انجام کارهای انفرادی که با این طریق بتونه خودش رو به تعادل برسونه. حالا راه درمان چیه؟ شما باید مردت رو یک آدم بزرگ ببینی، حتی اگر ضعف داره. این ضعف برای تمام ما آدم‌ها طبیعیه. اصلا مسیر کنار هم رشد کردن یعنی عبور و درک همین ضعف‌ها. یعنی بلد نبودن و اشتباه کردن و آموختن. یعنی به هم امنیت دادن که من سرزنشگر تو نیستم، من همراه و همسفر تو هستم. باید با هم یاد بگیریم. پس بهش بگو میدونم داری تلاش میکنی با همه ضعف‌ها، اما من به تو ایمان دارم. تو هم کنار من باش تا منم تغییراتم رو بپذیرم و هر دو به نحو احسن در مسیر رشد کنار هم باشیم. رفتار پنجم، زنانی که رابطه جنسی رو ابزار کنترل یا تنبیه همسرشون میکنن.
ریشه روانیش چیه؟ زخم‌های جنسی قدیمی یعنی چی؟ یعنی حالا یا تجربه‌های تلخ، آزاردهنده یا تحقیرآمیزی که در گذشته زن در زمینه رابطه جنسی، لمس، بدن یا احساس زن بودنش براش اتفاق افتاده و هنوز اثرات احساسی، روانی و حتی فیزیکی اون در ناخودآگاه، رفتار، رابطه و بدنش باقی مونده. علت بعدی حس قدرت از طریق محروم سازیه. پشت این رفتار چی میگذره؟ در واقع ذهن این زن میگه اگه من چیزی که میخوای رو بهت بدم، احساس میکنی قدرت داری. پس من اونو نمیدم. یا اگر چیزی رو که از من میخوای خواهش کنی، یعنی من بالا هستم. پس کنترل دست منه. اینجا قدرت نه از طریق عشق و حضور بلکه از طریق محروم کردن، نگه داشتن، نبخشیدن و امتناع به دست میاد و همینطور میتونه به علت سردی و یا نارضایتی حل نشده‌ای توی دلش باشه. حالا پیامدش چیه؟ مرد احساس طرد و تحقیر میکنه. رابطه از صمیمیت جنسی خالی میشه. به جای تعالی و تجربه روحانی به میدان کشمکش کودکانه تبدیل میشه و تکرارش قطعاً سردی و دوری میاره. حالا راه درمانش چیه؟ اگر زخمی هستیم برای شفا از درمانگر کمک بگیر. بدون رابطه جنسی فقط در حد جسم نیست و ابزار تنبیه نباید باشه. رابطه‌ای بر پایه عشق، احترام و گفتگوی سالم خودش میل رو زنده میکنه و نیازی نیست برای حل مشکلاتتون یه مشکل دیگه‌ای به وجود بیارید. رفتار ششم زنانی هستند که همیشه منتظرن مردشون حالشون رو خوب کنه. ریشه روانیش چیه؟ وابستگی هیجانیه. یعنی چی؟ یعنی نیاز افراطی به حضور، تایید، محبت یا توجه یه نفر دیگه. طوری که بدون اون احساس خالی بودن، ناامنی، بی‌ارزشی یا حتی بی‌هویتی میکنه. مثل این خانومایی که حیران میرن آقامون اینجوری، آقامون اجازه بدین، اگه آقامون. علت دیگه نداشتن سیستم خود آرام بخشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو در مواجهه با احساسات قوی مثل ترس، خشم، غم و اضطراب قرار میگیری، بلد نیستی یا نمیتونی خودتو آروم کنی و همیشه یه چیزی یا یکی بیرون از خودت لازمه تا حالت خوب شه یا از هم نپاشی. علت دیگه‌اش انتظار شاهزاده نجات دهنده داشتنه. یعنی چی؟ یعنی توی ناخودآگاهت یه انتظار عمیق داری که یه مرد قوی، دانا، عاشق، کامل و قدرتمند بیاد و همه چی رو درست کنه. نجاتت بده از احساس تنهایی، بی‌پناهی، مشکلات مالی یا عاطفی، ناتوانی در تصمیم گیری و یا حتی از خودت. حالا پیامدش چیه؟ فشار زیاد روی مرد برای شادی تو. اونم یه آدمه با خستگی‌ها و فشارها و ضعف‌های معمول خودش و وظیفه ترمیم زخم‌ها و ضعف‌ها فقط با خود هر فردیه. هر کسی فقط خودش مسئول خودشه و توقعی غیر از این داشتن یک توقع نادرسته. اون مرد احساس خستگی و بیکفایتی میکنه چون فقط میتونه همدل باشه. قرار نیست بارکش و جرکش شما باشه. حالا راه درمانش چیه؟ تنها و تنها راه اینه. بلند شو، خودت رو آروم کن. باید اینو بلد بشی. تمام اینا یاد گرفتنیه. کمک تخصصی بگیر. ریشه یابی کن و درمان کن. با خودت بگو من یاد میگیرم حالم رو خودم بسازم تا وقتی تو هم کنارش باشی تبدیل بشه به شادی 2 نفره و اگر نباشی من سقوط احساسی نکنم و نابود نشم.
یه نتیجه گیری نهایی کنیم. هیچ زنی بد نیست. اساساً هیچ انسانی بد نیست. اما خیلی از زنها بیخبر از زخمشون با رفتارشون عشق رو خاموش میکنن. عزت خودشون رو با ناآگاهی نابود میکنن. زندگی خودشون رو با نابلدی آداب و تعصب به دانسته هاشون متشنج میکنن. همه این رفتارها نشونه خستگی، کمبود توجه، الگوهای اشتباه یا باورهای دردناکه. اما شما که داری این صحبت‌ها رو گوش می‌کنی، از اون افرادی هستی که میخواد آگاهانه نگاه کنه، شفا بده و زندگیش رو از نو بسازه. میخوای که یاد بگیری. به همین خاطر بود که تا اینجا آمدی. هر جای زندگی هستین مهم نیست. مهم اینه که میشه تغییر کنی و جهانت رو تغییر بدی. اولین قدم همیشه پذیرش اینه که من باید تغییر کنم، نه دیگری. از توجهات شما بسیار ممنونم. لایک ها، کامنت ها و سابسکرایب کردن کانال توسط شما برای من خیلی ارزشمند و نشونه علاقه شما به موضوع ویدیوهای سفر به خانه است. با احترام به شما تلاش میکنم بررسی های گسترده تری در مورد مسائل روزمره رابطه هامون و رشد فردیمون داشته باشیم. با پیشنهادات خودتون من را در این مسیر همراهی کنید. و کلام آخر، همه چیز یاد گرفتنیه و یاد گرفتن خودش یه هنره. آرزوی من برای همه آرامش، شادی، عشق و سعادت همیشگی.